برای این کار نیاز داریم که حجاب هایی داشته باشیم. به اینها حجاب گفته میشه. به نوشته های بالا، به 7 تصویری که در بالا میبینید، هر کدوم منسوب به یک روز و منسوب به یک کوکبیه. ما یک جدول ساعات کواکب داریم که به صورت PDF براتون فرستادم که همه دسترسی دارن بهش. خب هر روز هفته، خب روز دارم میگم، شب نمیگم، هر روز هفته از زمان طلوع آفتاب اولین ساعتش خب مربوط میشه به کوکب اون روز، مربوط میشه به در واقع سرور اون روز، پادشاه اون روز، حکمران اون روز. خب حالا هر چی که شما به اصطلاح ببرید. هر تصویری که براتون فرستادم مربوط به یک کوکبیه که باید در روز خودش در ساعت اولش نوشته بشه. با چی؟ با قلم روحانی، جوهر روحانی و یا مداد نتراشیده، مدادی که اصلاً تا به الان تراش نخورده. به چه شرطی؟ به شرط خلوت در یک اتاق و یا مکان خاص، با روشن کردن بخور خوشبو مثل کندور، مثل لبان یا هر بخور دیگری که خوشبو هست و به نظرتون صحیح میاد. خب محدودیتی در بخورها نداریم چون همه کواکب رو میخوایم ما بنویسیم. میتونیم همه اینا رو بنویسیم. خب حالا من توضیحات جدولم در یک وایس جداگونه براتون میفرستم. و یا اینکه میتونیم به جای اینکه از جدول استفاده بکنیم منتظر بمونید شرف قمر بشه، نزدیکترین سیاره به کره زمین ما. شرف قمر که شد همه اینا رو میتونید در یک کاغذ بنویسید و حالا در مواقع خاصی همراهتون باشه یا یک تعداد صحبت‌های دیگری که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم. پس نوشتار اینها این نوشته از کجا به وجود اومده؟ این نوشته های بالفعلی هستند که منجمین ما، حکمای اسلامی ما از طریق علوم ارثماتیک اینها رو استخراج کردند و حالا اکثر اساتید حضوری هم استفاده میکنن از اینا. چیز عجیب غریبی نیست. خب سحر و جادو هم نیست، حجابه. مثل این میمونه که شما روز 19 فروردین رفتین یه هرز شرفه شمس گرفتین، اون همون اشکال سبعه‌ای که همتون میگیرین ولی نمیدونی که در واقع پشت پردش چه خبریه. عین اونها میمونه ولی خب به طب خواصش در این زمان بیشتر از اون اشکال سبعی هست که میخوایم حالا در جلسات آینده خیلی صحبت داریم روی اون شکلها. خب ما متوجه شدیم که این حجاب ها رو اگر ما بنویسیم میشه کنترل کرد. اما چجوری؟ به این طریق که اگر نفری، خب مثال میگم، ضعف عطارد داره، خب حس میکنه که علاقه به علم نداره، نمیتونه یاد بگیره و امثال هم شکایت هایی که بیشتر میشنویم. اگر حجاب عطارد رو داشته باشه، یک، به اضافه بخورا استفاده کنه از بخورات اون کوکب، دو، سوماً سنگی رو برگزینه که به عنوان سنگ مرتبط با عطارده. حالا میگم چجوری انتخاب کنه سنگش رو. به این گونه که رنگ عطارد رو حدوداً داشته باشه، شکل عطارد رو داشته باشه. سوماً حس شما چی میگه، شخص شما، نه من نه کس دیگری، حس شما نسبت به سنگ چی میگه؟ آیا این سنگی که من انتخاب کردم منسوب به عطارد یا نه؟ و البته جدول‌های مختلفی، تقسیم بندی‌های مختلفی برای احجار کریمه در کتاب‌های مختلف، حتی در خود اینترنت وجود داره که برای شما نشون میدن، اصلا لیست کردن خیلی مفصل‌تر برای شما نشون میدن که این سنگ مرتبط به این سیاره است، این سنگ مرتبط به این برجه. خب میتونید از روی اینها یه سنگ انتخاب کنید. حالا به طبع اگر در کنار حجابتون یه همچین سنگی هم داشته باشید که فبه المراد. خب
اما میگم قاطع قاطع اثر بد یک نحوست رو از بین نمیبره، ولی خب تسکین خوبی میتونه باشه برای جبری که نجوم برای ما رقم زده.